کسی که بر او غسل واجب شده باشه آیا میتونه که غسل نکرده طهارت کنه و نمازش ادا کنه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، برای صحیح شدن، برای درست شدن نماز یکی از شرطهاش اینه که بدن نمازگزار از ناپاکی ها پاک باشه. از حدث اکبر و حدث اصغر بدن نمازگزار باید پاک باشه. حدث اکبر همون حدثی را میگن، همون ناپاکی را میگن که بر انسان غسل واجب میشوه. مثلا بعد از همبستری یا اینکه خواب بود خیست که مثلا شیطان فندش کرده، احتلامی که میگیم، یا اینکه زن از حیض پاک میشوه، زن از نفاس پاک میشوه، در این حالتها بر انسان غسل واجب میشوه. این را حدث اکبر میگن. و هنگامی که بر انسان فقط طهارت واجب شوه، نه شستن اعضاهای مخصوص، در این صورت این را حدث اصغر میگن. برای صحیح شدن نماز شرط همیه که بدن نمازگزار از همین دو نوع حدث، از همین دو نوع ناپاکی پاک باشه. و اگر یکی از همین حدث ها در انسان نمازگزار دیده شود، نماز او صحیح نمی شود. یعنی یا بر او غسل واجب شده باشه یا بر او طهارت کردن واجب شده باشه، در این صورت نماز او صحیح نمی شود. اگر به همین حالت نماز بخونه، بر او غسل واجب شده بود، همین خیلی نماز خواند، فقط طهارت کردن نماز خواند، نماز صحیح نمی شود. یا اینکه غسل داشت، یعنی که غسل کردگی بود و بر او طهارت نکرده بود، بر او طهارت کردن واجب شده بود و طهارت نکردن نماز بخونه، اگر در این صورت نمازش صحیح نمی شود. اما در مسئله اینکه در حالت ناپاکی، یعنی غسل نکرده یا اینکه طهارت نکرده انسان نماز ادا بکنه، آیا گناهگار می شود یا نه، در این مسئله اختلاف علما وجود داره. بعضی از علما به مثل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چنین شخص حکم به کفر کرده است. یعنی که وقتی دیده و دانسته میدونه که بر من غسل واجب شدگی، ولی باید که من غسل بکنم، دیده و دانسته خیلی نماز ادا کردی، در این صورت این خیلی انسان از دایره اسلام خارج میشه میگه. ولی قول مفتابهی در مذهب احناف، قولی که بر او عمل کرده میشه این است که او سخت گناهگار میشه. یعنی به طهارت، به غسل وقتی دیده و دانسته نماز خواند، بدون اینکه او را این کار حلال بدونه، بدون اینکه تمسخر یعنی مسخره به دین داشته باشه، بدون این خیل چیزها، اگر همین خیل از روی تنبلی و سستیش همین خیل نماز خواند یا که از روی جاهلیش، در این صورت سخت گناهگار میشوه، مرتکب گناه کبیره میشوه، چون این شخص فاسق شمرده میشوه ولی حکم به کفر کرده نمیشوه. و همین خاطر باید که انسانی که بر او غسل واجب شده باشه باید که کاملا غسل بکنه، بعدا نمازش ادا بکنه. ولی اگر در حالتی بود که او فقط طهارت کردن بر او واجب شده بود، در این صورت هم باید که کاملا طهارت بکنه، بعد از آن نمازش ادا بکنه. والله اعلم بالصواب.